این سه قرار را پاچاخان ظریفزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین برای یک زمین امضا کرده است. 2 قرار به یوراحمد ادینیف و 1 قرار به زیدالله عبادов داخل دارد. حالا قرارهای ضدی همین رئیس ناحیه بحث این 2 نفر را به میان آورده است. زیدالله عبادов در دهه سفیداب جماعت شوراباد زندگی میکند. سال 2015 برای گرفتن 2.5 گکتار زمین و بنیاد باغ سیب به حکومت محلی عریضه نوشته است. ما در حجت کردن دادن با گرفتن دیم داره عریضه رو سال 2016 قبول کردن. بالای همین حجت داریم با او آدم در حجت کردن رفتن دادن سرتیفیکات حقوقی دادن. حالا این زمین ها از یوراحمد ادینیفند. اما دادستان کلی تاجیکستان قرار یوراحمد ادینیف را غیر قانونی و قرار زیدالله عبادов را قانونی دانست و اعتراض آورد که زمین به زیدالله عبادов بازپس داده شود. از اعتراض دادستان کل 2 سال میگذرد ولی تا حال عبادов زمینش را گرفتن نمیتواند. زمین نه تا ها زیر بحث رفته است. زمین متخصص زمین جدا نمیکنه. مثلا در اینجا پرای آدمی که دخالت میکنه ده. بحث سر این زمین ها می رود. طرف دیگر که در دست 2 قرار رئیس ناحیه را دارد خود را حق می شمارد، لیک تاکید میکند که هرگز خواستار جنجال نیست. خدایار گدایف رئیس محله و یکی از دعواگران زمین قرارهای 2 خیله را سبب این بحث میداند. اما در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین گفتند آنچه به این شهروندان داده شده است قانونی است. پاچاخان ظریفزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین شرح نداد که چرا برای یک زمین 3 قرار برآورده است. اما گفت تلاش دارد بحث حل شود، هرچند عبادов به شرطهای او تن نمیدهد. برای من شخصا همون به خاصیت هر شهروند ناحیه برای من در جایی که یکم بحث نشه و یا بعد حل کنم این مدداری من بحث و کشاکش سر تقسیم زمین و قرارهای گوناگون در همه منطقه‌های تاجیکستان رو میزند. رئیس جمهور تاجیکستان بارها تقسیم زمین را در کشور یکی از زمینه‌های فساد عنوان کرده است.